بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبی بعده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزتمند. امروز هم که باشد بهر شما یک برادر در یک مورد سوال کرده بود. میخواهم در همون مورد کمی در سوال همون برادر جوابی بگوییم، نه فقط برای اون برادر بلکه این عادت بلکه این سوال این برادر به همه جامعه در کار است و علل خصوص مردم غریبی که دور از وطن است به این مشکلی بسیار روبرو هستند. به همین خاطر برادران عزیز با دقت سوال رو گوش کنید. به هر برادر هر خواهری که به این مشکلی دچار است انشاءالله فکر میکنم بنده که تا جایی که فهم دارم به شما میرسانم. از الله امید دارم که این نوارهای ما را همچی یک عمل حسنه در نامه اعمال ما نوشته بگرداند. آمین. در رابطه برادر سوال کرده بود به مسئله که وابسته به برادرایی که امروزه کار پسردنیکی میکنند، یعنی کار پیدا میکنند بعدا چند برادر را با همراه خود میگیرند. و اون برادر سوالش چنین بود: گفت یک برادر کار میوه، مثلا کاری را میوه که 50,000 است یا 100,000 ارسی است. ما سه کسیم، ما را میگوید که همجا رفته کار کنید. اگر ما تونستم میام قید تو کار میکنم، اگر که نتونستم شما خودتون کار میکنید، من در اوجه قید شما حساب هستم. یعنی چهارم آدم ما هستم. آیا همه از دیدگاه شرع درسته یا نیست؟ این سوال این برادر چند پهلو دارد. یکم این که همو برادری که پسردنیکی میکند اگر یک مقدار پول دروغ بگوید، یعنی همو برادر در حالی که همون 100,000 نقد کردگیه، اگر به این برادر 50,000 بگه در اینجا دروغ گفتگه اون 50,000 را که به خودش میگیره، این برای اون برادر حرام است. به خاطری که هر چیزی که از راه دروغ آمد اون حرام است. و دیم این که مسئله دیمش این است که اگر هم برادر همون کار یا 50,000 راست میگه، سه آدم قیش گرفت رفت قیش و کار کرد، مقصد رنگ ما حق گرفت، مقصد قیش هم کار که کردک مقصد 15,000 یا 20,000 رسید، چو بعدا اونها 1,000 سمی یا 10,000 سمی مقصد برای کار یافتگیش ایدیل خودشو برآورده دادن، این برای اون برادر حلال و پاکیزه است. و مسئله سیمش این است که این برادر قیون ها کار نمیکنه، قیون ها کار که نمیکنه میگوید که حق من در اونجا هست. یعنی اگر 20,000 که تو رسید 20,000 دیگر من میگیرم. آیا این جایز است یا نیست؟ برادران اهل اسلام این ظلم است، ظلم است در حق مسلمان ها. چگونه در کار را که تو دست نمیزنی کار نمیکنی، اون برادر محنت میکنه قریب به هفته‌هاش کار میکنه در اونجا در اون خانه تو دست در بگیم جیب خودت میگردی، میگوی که حق من در اونجا چیکار. بله در اون صورتی که همون برادرها را کار یافتی دادی، بگو برادران مسلمان من برادر شما هستم، رفته کار کنی در همونجا و از دل خودتو همچی یک برادر به ما هم یکم سوم مقصد بتیم برای تنی کار ما یافتن. اونها کار که کردن الحمدلله ورمینه هر برادر به عقل خودش میدونه مقصد کار را یافتن که 20,000 30,000 20,000 یا 30,000 شو که رسید، اونها 3,000 هم 4,000 حقی تر میتیهم، لیکن وقتی کمتر باشه مقصد 10,000 میتیهم. این می برای تو بسنده است. از اون پول حرامی که مقصد ظلم میکنی برابر همونها 15-20,000 میگیری در حالی که دست نزده. و این دلیلش از کجا هست؟ مادامی که ظلم باشه، ظلم در اسلام چی هست برادرو؟ الله متعال من شما را میگه که استعیذ بالله فان تنازعتم فی شیء فردوا الی الله و رسول. در هر چیزی که جنجال تو اومد، در مسئله که جنجال تو کشید، اون را حواله کنید به سوی خدا و پیامبر. یعنی بین قرآن چی میگه، بین حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه. من مختصرا این موضوع را بیان میکنم.
حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مفهومش همینه که حدیث قدسی است. حدیث قدسی حدیثی را میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله در شب خواب میدید حضرت الله با او میگفت، یعنی الله متعال گفت ای محمد صلی الله علیه و آله حبیبی من به بندگان ما برسون، الله به نفس خودش ظلم حرام گردانیده است، پس به بندگان ما برسون که در حق همدیگر ظلم نکنند، در حق همدیگر ظلم نکنند. مادامی که ظلم حرام که باشه او پلم برای اون برادر حرام میشود. وقتی که پل حرام برادر میگیری تیرا فراموش نکن که اون نه برکت در خاندان تو میاره، نه در زن فرزند تو میاره، نه در پدر و مادر تو میاره. به همین خاطر اگر در این موضوع اگر ساعت ها گپ زنم بازم کم است، لیکن برای آدمی به عقل میگه یک نقطه بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیچ کور است. برای انسان مسلمان واقعا یک نقطه بس است. وقتی که ظلم کشید حرام کشید او پل برای تو ممکن نیست. مسلمان باید به برادر مسلمانش مهربان باشه، مسلمان باید به برادر مسلمانش شفقت کمک کنه. مادامی که شما مسلمان هستید در حق خود این گونه ظلم میکنه، از کجا غیر دین، از کجا کافرها به شما مهر و محبت میکنن، از کجا کافرها به شما کمک میکنن، در حالی که مسلمان خون مسلمان بریزونه، در حالی که مسلمان به مسلمان ظلم کنه، در حالی که مسلمان فقط عیب مسلمان بکوه. با بعضی از همین پسردنیکا با حاجی هستن، با بعضی هاشون نامهای بگیم عالمی و ایشانی هم دارن که این نامها را حرام کردگی هستن. با اونها هم این مراجعتی من دخالت داره که ای اون کسی که حج رفتی لیکن بعد حج هم اومدی هم پسردنیکی کردی، اگر همین گناه همین سوالی که برادر میتی اگر همین گناه ظلم کردی بدون که حج تا حج مبرور نیست. از اون حجی که در درگاه الله قبول شد اون گناه حج نیست. حج مبرور چه خیلی حج میگن؟ حج مبرور حج را میگن که انسان بعد از حج اومدنش یا محبت داشته باشه یا شفقت داشته باشه، کمک به برادر مسلمانش داشته باشه، نه اینکه از حج اومده و با حاجی دز شه، حاجی بگیم که فریبگر شه، حاجی ظالم شه که فقط خون مسلمان‌ها را بریزونه، فقط حق مسلمان‌ها را بریزونه. به همین خاطر با والله بالله تعالی قسم میخورم انسان مسلمان واقعی اندیشه آخرت چه میکنه. ای برادر عزیز ممکن که از این گپای بنده رنج ببری، ممکن که ناراحت شه، با والله قسم از برای الله میگم تو اگر بخوای فردای قیامت الله به تو ترحم کنه تو به بندگان او رحم که. باز حدیث است در این بابت هم باز حدیث است، میگه در دیگر حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کسی که به اهل زمین یعنی به هم دیگر رحم نمیکند اهل آسمان به او رحم نمیکند. الله میگه یعنی فردای قیامت بخوای که الله متعال به تو به گناهایی که در پنهانی و در ظاهری کردی، چی گناهای ناخوبی که کردی الله همش میدونه، با او گناهای تو ترحم کنه، گناهای تو را مبدل به حسنات کنه، نامه اعمال تا دست راست ده. امروز که خداوند همین نعمت که داده است ترحم که با بندگان خدا هیچ جهت کم نمیشه. وقتی که با یک برادر مسلمان ترحم که کردی باز خداوند از راه دیگر راه حلال با رزقت میده. از همه بهتر اینه که الله ایت شاد میشه، پیامبر ایت شاد میشه. بهترین انسان ها رسول الله صلی الله علیه و آله گفت کسی است که منفعتش به مردم میرسه. حتی وقتی کار بیوی در باری کار یافتنت باز ظلم کنی تو برادر مهربان نمیشه. به همین خاطر خوب توجه کنید در سخنهای بنده. الله متعال همه ما و شما را از این خلق پلید که ظلم کردن نسبت همدیگر در راه راست هدایت بگردانه و آنچنانه که الله مهربان دوست می‌داره و رسول الله صلی الله علیه و آله دوست می‌داره ما و شما را پیروی قرآن و پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و آله تا دم مرگ نگه داره. آمین.